استریمر خطرناک یعنی بی تو کی داخل یه خونه ای بود که یک اسکواد اینو محاصره کرده. اون به سرش میزنه و میره بیرون از خونه که یک اسکوادو بزنه و ببینیم به این اسکواد پرو پلیر چی کار میکنه، ببینی آیا میتونه بزنه یا نه. همه چیز از اینجا شروع میشه حاجی. داخل خونه رفت یه دون انمی رو نزد حاجی، نتونست بزنتش، رفت بالا حاجی. ببینیم حاجی اصلا یه اسکواد حساب کن اینو محاصره کردن، مختار فکر کنم. خب حاجی الان میخواد بره اونا رو بزنه. خب اولی رو خوابوند، دومی رو به فنا داد، سومی رو از زد، چهارمی از زد. ارتش تگ نفره حاجی به این میگن. راستی اگه سنسیویتی بی تو کی رو میخوای اول پیج رو فالو کن و کلمه سنس رو کامنت کن تا بتونم بیام دایرکت بهت بفرستم.